رمضان 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 يا حبيب. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می نماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز در ماه رمضان به نزد ما برآمد و گفت: به من این شب، یعنی شب قدر، در ماه رمضان نشان داده شد، ولی دو مرد جدال کردند و آن از یادم برآمد. پس شب قدر را در 29م، 27م، 25م این ماه جستجو نماید. روایت مالک. شرح این حدیث: پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب قدر را به طور مشخص می دانست، ولی با حکمت خداوندی آن را به امتش مشخص نکرد تا در شبهای طاق دهه آخر رمضان تلاش به طاعت و عبادت نمایند. گذشته از این حدیث مذکور اشاره به آن می نماید که جدال و کشمکشی نمودن دو نفر سبب فراموشی شده می تواند. شب قدر در دهه آخر ماه رمضان و در شبهای طاق آن می باشد. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين.